بیماری‌های کلیوی به یکی از سریع‌ترین علل مرگ در جهان تبدیل شدند و نکته ناراحت کننده اینجاست که 90% افراد حتی نمی‌دونن که از این بیماری رنج می‌برند. توی این ویدیو قراره 8 علامت رو بررسی کنیم که نشون میده کلیه‌ها در وضعیت مناسبی نیستن و نیاز به کمک دارن. در انتها هم چند تا راه ساده برای مراقبت بهتر از کلیه‌ها بهتون معرفی میکنیم. کلیه‌ها که در دو طرف پایین کمر ما قرار دارن فیلترهای بدن ما هستن. اونها اوریک اسید اضافی رو از بدن دفع و تعادل سالمی از مواد معدنی مثل کلسیم، سدیم و فسفر رو حفظ میکنن. کلیه‌ها کمک میکنن فشار خون در حالت طبیعی بمونه و همینطور خونسازی کرده و سطح هموگلوبین ما رو متعادل نگه میدارن. ویتامین دی که از نور خورشید یا غذا دریافت میکنیم تا وقتی توسط کلیه‌ها فعال نشه کاربردی نداره. پس وقتی که یه ارگان مهم مثل کلیه‌ها درست کار نکنه همه این عملکردها تحت تاثیر قرار میگیرن. اما مشکل اینجاست که در مراحل ابتدایی از بیماری‌های کلیوی تقریباً هیچ نشانه ای بروز نمی‌کنه و تا زمانی که تشخیص داده بشه دیگه 80% آسیب به کلیه‌ها وارد شده. اما نگران نباشین، اگه کمی حواستون جمع باشه میتونین خیلی زودتر متوجه مشکل کلیه‌هاتون بشین. اما علائم کلیه‌هایی که در خطرن. نشونه اول تغییرات ادراره. قابل اعتمادترین نشونه مشکلات کلیوی تغییرات در ادراره. یه فرد عادی معمولاً بین 6 تا 10 بار در روز ادرار میکنه، ولی اگه به طور ناگهانی این تعداد کم یا زیاد بشه، مخصوصاً اگه شبها مجبور باشین چند بار از خواب بیدار بشین تا برید دستشویی، این میتونه یه زنگ خطر باشه. بعضی‌ها احساس میکنن نیاز دارن ادرار کنن اما وقتی به دستشویی میرن مقدار کمی ادرار دارن. این مسئله نشون میده که یک سنگ کلیه میتونه در بدن شما باشه. همچنین وجود خون در ادرار که ما بهش میگیم هماچوری میتونه نشونه ای از عفونت تومور یا نارسایی کلیوی باشه. اگه کلیه ها درست کار نکنن خون میتونه وارد ادرار بشه و رنگش رو به قهوه‌ای، قرمز یا حتی بنفش تغییر بده. حالا بعضی از خانم‌ها ممکنه این نشونه رو با تأخیر در پریودشون اشتباه بگیرن، ولی این اشتباهه. ادرار کف‌آلود هم خوب نیست. تغییر رنگ ادرار همراه با کف‌های سفید نشون دهنده وجود پروتئین زیاد در ادراره. پروتئین باید توی خون بمونه، ولی وقتی سوراخ‌های فیلتر کلیه‌ها گشادتر میشن پروتئین از طریق ادرار دفع میشه. این نشونه اولیه بیماری کلیه هاست و نباید نادیده گرفته بشه. این کف شبیه کفیه که هنگام درست کردن تخم مرغ درست میشه، چون همون آلبومینی که توی تخم مرغ هست در ادرار هم دیده میشه، چون کلیه ها ادرار رو میسازن. پس هر مشکلی که در عملکردشون به وجود بیاد با تغییراتی در ادرار خودشو نشون میده. نشونه دوم خستگیه. کلیه ها همه سموم بدن ما رو فیلتر میکنن. وقتی درست کار نکنن مقدار زیادی از مواد مضر توی خونمون جمع میشه و باعث میشه احساس خستگی، ضعف، سرگیجه و ناتوانی در تمرکز داشته باشیم. همچنین کلیه های سالم یه هورمونی به اسم اریتروپویتین رو تولید میکنن که به ساخت گلبولهای قرمز ما کمک میکنه و گلبولهای قرمزن که اکسیژن رو به تمام بدن میرسونن. وقتی تعداد گلبولهای قرمز کم میشه اکسیژن کمتری به اعضای بدن میرسه و این یعنی انرژی کمتر. این دلیله که چرا حتی بعد از یه خواب خوب شبانه هم ممکنه همچنان خسته باشید و نتونین کاراتون رو انجام بدید. پزشکان میگن اگه خستگی ناشی از مشکل کلیه باشه فرد حتی انرژی انجام کارهای ساده‌ای مثل حموم کردن یا حتی 50 قدم پیاده روی رو نداره. نشونه سوم ورمه. اگه متوجه تورم توی مچ پا یا پف زیر چشم ها تقریبا هر روز صبح شدین، این نشونه رو نادیده نگیرید.
علاوه بر این، زمانی که کلیه ها دچار مشکل میشن، سدیم توی بدن تجمع پیدا میکنه. وقتی سطح سدیم یا همون نمک خون بالا میره، باعث نگه داشتن مایعات میشه و در صورت آسیب کلیه ها به خاطر نیروی جاذبه این مایعات میرن تو قسمت های پایینی بدن، مثلا پاها، مچ دستا یا انگشتاتون متورم میشه. البته تورم توی نواحی میتونه نشونه از بیماری های کبد و قلب و عروق هم باشه ها. سطح پایین پروتئینی به اسم آلبومین هم میتونه به تجمع مایعات کمک بکنه. این علائم توی بیماری های کبد هم دیده میشه، چون در واقع کبد و کلیه ها با هم همکاری دارن. بنابراین اگه مداوم این تورم ها رو تجربه میکنین، ممکنه نشونه ای از مشکلات کلیوی داشته باشید. علامت شماره 4 تنگی نفسه. تنگی نفس معمولا به بیماری‌های قلب و ریه نسبت داده میشه، اما مشکلات کلیوی هم میتونه باعث این حالت بشه. تجمع مایعات و سموم که کلیه ها قادر به تصفیهشون نباشه، میتونه توی ریه ها جمع بشه و موجب تنگی نفس بشه. کمبود گلبولهای قرمز و کمخونی هم ممکنه اکسیژن رسانی به بدن رو کم بکنه. توی موارد شدید حتی خوابیدن هم میتونه احساس خفگی رو در شما ایجاد بکنه که باید فوراً به پزشک مراجعه کنید. اما علامت شماره 5، پوست خشک و خارشدار. یکی از وظایف کلیه ها تصفیه خونه. وقتی در انجام این کار مشکل دارن، خارش بروز میکنه. کلیه ها همچنین به تولید گلبولای قرمز و تنظیم مواد معدنی توی بدن کمک میکنن. پوست خشک و خارشدار میتونه نشونه ای از مشکل کلیوی باشه که دیگه قادر به حفظ تعادل معدنی بدن نیست. تجمع سموم توی خون هم میتونه باعث واکنش‌های پوستی مختلفی بشه. رنگ پوست هم ممکنه به زرد یا قهوه‌ای تغییر پیدا کنه که نشون دهنده وجود سموم توی بدنه. به همین دلیل توی 10% موارد مشکلات کلیوی توسط متخصصین پوست تشخیص داده میشه. علامت شماره 6، بوی بد دهان و طعم فلزه. افرادی که از بیماری‌های کلیوی رنج میبرن ممکنه طعم فلزی رو توی دهان حس بکنن و بوی دهانشون هم بد بشه. این علائم به تجمع سموم توی خون به اسم اوره مربوط میشه. بوی بد دهان ممکنه با تهوع و استفراغ هم همراه بشه و حتی فکر کردن به غذا هم میتونه حالتون رو بد بکنه. اما علامت شماره 7، مشکل توی خوابیدنه. وقتی کلیه ها به درستی کار نمی کنن، سموم توی خون باقی میمونه و مشکلاتی توی بدن ایجاد میکنه. این موضوع خوابیدن رو دشوار میکنه و میتونه به آپنه خواب منجر بشه. آپنه خواب یه اختلالیه که باعث توقف و شروع مجدد تنفس هنگام خواب میشه. میتونه به شکل خورناس کشیدن هم باشه و به این حالت منجر بشه. علامت شماره 8، فشار خون بالا و دیابته. اینها واقعا علائم نیستن، اما اگه فشار خون بالا یا دیابت دارین، خطر بیماری کلیوی در شما خیلی بیشتره. توی 40% موارد نارسایی کلیه فشار خون بالا علت اصلی بوده و از هر 3 تا بیماری که دیابت داشتن، 1 نفر دچار آسیب کلیوی شده. علائم اولیه مشکلات کلیوی اغلب نادیده گرفته میشه و معمولا زمانی که 70 تا 80% از عملکرد کلیه ها آسیب دیده، اون موقع علائم بارزتری پیدا میشه. اما آسیب کلیوی میتونه با رعایت برخی نکات برطرف بشه. اولین نکته اینه که خواهش میکنم مقدار کافی آب بنوشید. پزشکان معتقدند که یکی از دلایل اصلی ایجاد سنگ کلیه و عفونت کلیه کم آبی بدنه. نوشیدن 4 تا 6 لیوان آب در روز به عملکرد صحیح کلیه هاتون کمک میکنه و مصرف آب گرم یا داغ حتی میتونه مفیدتر هم باشه. توی مطالعه وقتی بیماری کلیوی 1 لیتر آب گرم رو توی مدت نیم ساعت نوشیدن، سطح کراتینین بدنشون تا 20% و سطح اوره‌شون تا 40% کاهش پیدا کرد. همچنین داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی
مثل ایبوپروفن و ناپروکسن میتونه به کلیه ها آسیب برسونه اگر بیش از حد مصرف بشن. آنتیبیوتیک ها داروهای قوی هستن که میتونن اثرات جدی به کلیه ها داشته باشن. این داروها میتونن باکتری ها رو از بین ببرن، اما سمومی رو به جا میذارن که کلیه برای پاکسازی اونها مجبور بیشتر فعالیت کنه. اگه کلیه ها سالم باشن این موضوع چندان مشکل ساز نمیشه، اما در صورت وجود مشکلات کلیوی قبل از مصرف آنتیبیوتیک ها یا همون چرک خوشگل ها مثل پنیسیلین حتما با پزشکتون مشورت کنید. ورزش منظم کلید یه زندگی سالمه و برای سلامت قلب، مغز، ریه ها و کلیه ها خیلی مفیده. ورزش منظم به تنظیم فشار خون کمک میکنه که برای سلامت کلیه ها اهمیت زیادی داره. هر روز دویدن، دوچرخه سواری، شنا یا پیاده روی رو توی برنامه خودتون بگنجونید و از فواید طولانی مدتش بهره مند بشید. اگر بالای 60 سال دارید یا با وزن کم به دنیا آمدین یا سابقه بیماری قلبی تو خانواده‌تون دارین، بهتره عملکرد کلیه هاتون رو به طور منظم چک کنین. این بهترین روش برای جلوگیری از مشکلات بعدی شماست. کلیه ها سیستم سمزدای قوی طبیعت هستن که ما اغلب اونها رو دست کم میگیریم، اما به یاد داشته باشین که پس از نارسایی کلیه ها بهبود خیلی دشواره. بنابراین علائم رو جدی بگیرین و سبک زندگیتون رو بهبود بدین تا کلیه های سالمی رو داشته باشین. اگر این ویدیو براتون مفید بود فراموش نکنین که اون رو لایک بکنین و اگر مایل بودید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. همچنین با به اشتراک گذاشتن ویدیوها میتونین دیگران رو هم به مراقبت از کلیه هاشون تشویق بکنید. اینطوری جامعه سالم تری خواهیم داشت. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم. مراقب سلامتی خودتون و کلیه هاتون باشید.